درود بر شما. اینجا ما یک چند نمونه از автомат‌های همون کلیدهای وصل قطع میگیم و میگیم اینجا معین میکنیم که چگونه فرقیت‌ها دارن. خب اینجا این نمود معمولی که ما در اینجا داریم از نمود D80 نوشتگی است. این D80 امپره و باز اینش هم از اینجا نوشتگی است 63 امپره. خب هر این هم بینید اگر جو اشاره بالوگی که در اینجا است که خط چرکونجکی که اینجا اومده بعد پایانش هم حلقه‌ای، این چرکونجا حمایه از بگیم سربوریات، این پایانش هم حمایه از اتصال کوتاه، همون حمایه دو نمود قیاسک از قیاسک ایندوکتیوی و قیاسک حرارتی، یعنی القای و حرارتی. دیگه نمونه که از автоматایی که ما در اینجا هست بینید توگماش هم این یک استارت، این هم استاپ، استارت استاپ. اما یک قسمتی اساسی که در اینجا وجود دارد این داشتن تنظیمات از روی قیاسک. یعنی ما اگر اینا باز کنیم داخل اینا بینیم نوشتگی است که شما میتونید از 9 تا 14 امپر اینا چیکار کنید قیاسکش تنظیم کنید. یعنی ما در اینجا حق داریم جریان تنظیم کنیم وابسته به استعمال، یعنی اینجا بینید 9 تا 14 امپر. خب اما در این نمونه ما حق تنظیم جریان نداریم و این نمونه اساسا نمودهای معمولی خانگی است، برای برقهای خانگی استفاده میکنیم. اخیلا صنعت هم برای موتورها اونقدر قلعی نیست. در اینجا نمونه دیگری که از اینجا از چنین هم است، اینم همون نمونه است اما کلانترش که اینجا هم تنظیماتی بیشتری دارد. ما اگر کوشش کنیم یعنی به این شکل باز میشد. جریانش ببینید از 48 تا 65 امپر. خب اینجا تنظیمات قدرتیش یگان مشکلی نیست، فقط اینجا هم بینید که شما علاوتاً اینجا بینید جریانی تیغه‌اش گفتگی است. علاوتاً ما در اینجا یک تیغه دیگر داریم. این تیغه نیست یا که رقم 13 12 13 11 14 گفتگی نیست که چیست در اینجا. شاید خیلی اینم وصل قطع، اینجا وصل قطع این گونه است و باز اینجا یک چیزی هست اینه دیدن در کار که مثال در مشخصاتش که اینجا چی چیز پیوست میشه، یا تیغه است یا که بگیم برای قطع کردن. خب فقط اینا بینید نمود اینم با نمود دستی وصل قطع وصل میشود و قطعش هم دستی است و هم گیم حمایت زمانی که تریپ میشد یعنی حمایت میشد. این کار در این به این شکل مثال میشد و در اینم به این گونه، یعنی وصل قطعی که در این است همین شکل ظاهری. این فقط نمود وصل قطع است. این نمود بینید اما نتیجه که فرق مقصد کارشون هرشون هم حمایت هستن وصل وقت. این در اینجا یگان تفاوت نیست. اینش هم حمایت از اتصال کوتاه و سربری هم میکند، اینش هم اتصال کوتاه و سربری، فقط این هم دقیق تر میکند چون که اینجا ما تنظیمات جریان داریم اما در این نمود ما تنظیمات جریان یا که در این نمود تنظیمات جریان نداریم. این فرقیت اینجا تنظیمات جریان و به تنظیمات جریان.